خیلی شو را ندیده بودم. شخصی غضبناک شده ای. اگر به حرفم گوش ندهی از آتش غضب من رهایی نمییابی. مغز سرت را پاش میدهم. بسیار ترسیدم ها. اکنون نوبت توست. چه خیلی نوبت؟ نوبت سلاح را گذاشتن. کنی زودتر سلاحت را پرتاب. با کی گفتم سلاحت را پرتاب؟ کاش که از پی زندگی آسوده می شدم، نه از پی کارهای جنایتی. با تو گفتم یگید سلاحت را پرتاب. این مسئله ننگ و ناموس است یگید. تعظیم بر زنان برای تو کاری مشکل است، اما گپی مرا گیری. اگر سلاحت را پرتاب زودتر. آیا میدانی که حساب و کتاب من اسلوب خود را دارد؟ برای چی این گپ حالا به سرت آمد؟ در حل مسئله ها شخصان مستقل را گوش نمی کردم. در اینجا شخصی مستقل لیلا است ها؟ اما آخران نقطه سخن را همیشه آنها مایل مسئله ها آمیخته می شود و سر انسان را گرنگ می کنند. ظاهراً در اینجا شخصی مستقل تنها لیلا نیست. پرت سلاحت را. میلش. حیات مثل مسئله های متماتیکی نیست شیرکم. باید هوشیار شدن لازم. بیا زودتر میرویم. برادر جانی، من تو را قربان این ابلهان نمی کنم. طوری که میدونم حساب و کتابی تو هم ضعیف بود. بکس تو این را از کجا فهمیدی؟ تو هم در حل مسئله ها شخصی مستقل را گوش نمی کنی. وقتی گپ زدن نیست رفتیم پیکاس رفتیم. یعنی چی کل؟ یکی را نکشته میرویم؟ یگان وقتی دیگر میکشید رفتیم پیکاس. قانون یگان وقتی وز نمیشود پیکاس. همیشه گناهکار و رذیل گریزنده است. دور ایستادم شیرکم، نگریختم. میدونی یک مقال انگلیسی هست، برای یک قدم پیش پریدن باید 2 قدم به قفا روی. شیرکم تو پروندن رو دوام میده. ما با ماشین میرویم. بیا زودتر میرویم. سلاح در کجا سردارم؟ در جای همه وقتش. شاه و وزیر در گریزن در سردارم. نصیب ما همیشه دانه ها را دستگیر کردن بوده است. راهمان را گم کردیم. از پسمان یکی در دست سلاح با ما حمله میکند. از پیشمان باشد جنگلی بزرگ. بیایی با این راه رویم. ماشین دیگرمون در اون طرف. امروز راه بلد تو هستی ها؟ چکلی که نباشد حیات مرا نجات دادی. جانت را با دستان خودم میگیرم پیکاس. چی گفتی؟ شاید آدمانمون یگید را پرونده باشند. یگید مثل گربه 9 جان دارد، اما یک روز نه یک روز مزه تیر رو به او میچشانم. زودتر بیا از اینجا رویم. راه گرد. زودتر. سردارم مرا پناه کنید. با دقت باش یگید. نگران نباشید سردارم.
من از سایه هم چالاکترم اکا. سلاحت رو پرتون، سلاحت رو پرتون. با تو میگویم. در تپانچه تیر نداشته باشم هم، اما نجیب سردار بر این دوستی دارم. تو فکری خودت را کن. زخمی نیستی یگید؟ سردارم، با شرافت شما یک بار دیگر هم از مرگ نجات یافتم. این صحنه رو بسیار یاد کرده بودم. دست به دست شدیم، شکر خدا. کاش که حالا ممدو هم میشد. کنی زودتر شو. وقت را از دست نداده پیکاس را یابیم. کلید این ماشین در کجاست؟ در دستی من. اوه، مثل با سرعت دویدنت. کنی بینه ماشین رو همین گونه با سرعت رانده میتوانی؟ البته میتوانم پیکاس. ماشین رو رانده میتوانم. امروز بسیار فعال مینمایی. بیا زودتر رویم. بلا زند. در وقت ضروری تیر تمام شد. با یک دو تیر خالی کردن چی فایده؟ تنها یک دو سوراخی میشود و خلاص. اینطور نگویید سردارم. بار آخر با چرخ ماشینش زده. پیکاس را قریب دستگیر کرده بودم. قریب بود که او را میپراندم، اما لیلا نام دختر او را از دستم نجات داد. پس این لیلا خیلی دختری چابک بوده است که حتی از دست تو گریخته توانسته است. حالا چابکی و جسارتش را میبینیم. کارها خوب نمیروند، فهمیدی؟ نمیروند. ناکامیابی بالای ناکامیابی، خطا بالای خطا. هیچ چیز رو نفهمیدم. این آدمان از کجا پیدا شدند؟ اگر میفهمیدی در حیرت میماندم لیلا. میفهمیدی در حیرت میماندم. ستاره کلاه هم میدرخشد. بله سردارم. همه خیلی نه؟ البته که میدرخشد. یک بار دیگر درخشانترش کن. راست گپ این لباس های مراسمی هم نیست، اما هرگاهی که انسان این لباس ها را میپوشد روحیه او تر و تازه میشود. وقتی که در یک شخص هیجان یافت نمیشود در حال خودت را از سر نو تازه کن. همه خیلی نه؟ بله سردارم. تا اینکه قدر و قیمتت پس نشود. زمانه قدر و قیمت است. زمانه افتخار است. البته انقلاب در ترکیه باید شود. تو خیز رو از اینجا رو. اطاعت سردارم. در را پوش. این خودش چی گپ؟ جان من در خطر است. تو باشی مسخره بازی میکنی. این خیلی زول جناب. من هم مثل شما یک محترم رئیسم. با میدان برآمدن میخوام. قرار دادم که در روحیه انقلابچی خود آب و تاب دهم. برای همین تیاری دیده ایستادم. با دو لباس پوشیدن انقلابچی ساخته شده میتوانی، یا اینکه مسخره بازی سیرک میشوی؟ بس کن خودنمایی را. به خود بیا جنابی مینیک. پیکاس چرا اینقدر غضبناک شدی؟ برای که تو در اینجا به خیال خودت آواره هستی و من حجت‌های سیاسی را گرفته نتوانستم. چرا عالی جناب؟ یکی دردی سر است مانندی نجیب سردار. از پشت آنها شد. تا وقتی که آنها نمیرن من نفسی خوب نمیکشم. لیلا، تو ما را همراه انقلابچی بزرگ تنها گذار. خوب شده است. ما را انیق لیلا خبرکشی کرده است. میداند که من از پی حجت‌های مخفی هستم. او را میکشم. اکنون بسا. عالی جناب پیکاس غضبناک نشوید. غضبناک نشوم و چیکار کنم؟ میدانیم که این دختر جاسوس است و اجازه دیم که در بین ما زندگی کند.
و مظهر خبر داده تمام نقشه هایم را برباد کرده. این را اجازه دهیم. راست حق هستید، اینها را اجازت ندید. نباشد اجازه ده تا تو را کشته قصدم را گیرم. سلام آقا. سلام. کجا شدید بچه ها؟ از انتظار قریب کفیدم. جناب پیکاس را دستگیر کردم. دستگیر کردی؟ پس در کجاست؟ متاسفانه لیلا به سوی من سلاح دراز کرد و به پیکاس فرصت گریختن داد. برای چه داد میزنی یگید؟ او کارش رو کرد، برای چه غضبناک میشوی؟ سردارم وظیفه او پیکاس را به من دادن بود، نه پیکاس را از ما ربودن. محافظ پیکاس میباشد، یکی از آدم‌های اساسی او است. پس برای چه به ما؟ برای آنکه لیلا جاسوسی ما است. جاسوسی ما؟ بله. آقای مظهر، یگید چه میگوید؟ بله نجیب سردار. لیلا آدمی ما می باشد که او را به نزد پیکاس مانده ایم. متاسفانه از پی دعوای خودش شده سخنی ما را گوش نکرده همیشه حیات یگید را زیر خطر می گذارد. او جاسوس همان می باشد. این خیلی نیست پیکاس. لیلا خبرکشی نکرده است. تو چه ها میگویی؟ آیا با چشمانت ندیدی که لیلا جاسوس مظهر است؟ تمام به چشمانم دیدم، اما لیلا در این کار همراه نیست. تو حالا هم این دختر را پشتیبانی میکنی؟ برای آنکه پیش از شما به اینجا ارجان آمده بود همه گپ‌ها رو با من فهماند. چه همه گپ را؟ بله. چی گفت؟ زودتر گپ زن. به یگید خبری حمله رو حسین گفته بوده است. افسری دوم. خوبترش من ارجان رو جیغ زنم همه‌اش رو به شما نقل کنم. میلش. چرا عصبی میشوی برادر؟ کمی براحت باش. افسر ارجان پدرم بیا، پیکاس با تو گپ دارد. بیا بیا. چی خیلی؟ لباس های معقولت شد؟ پیشتر خوبتر بودید، حاضر باشد. با فکرم با کسی تقلید میکنید. آخر خواستی من همین است. برای خود را نشان دادن باید کمی تقلید کردن لازم. من هرگز بر این انقلابچی نیم کالا نیستم. من انقلابچی همیشه سروظیفه بوده، خواه در عملی باشد خواه در نظری باشد سوسیالیستی اصلی ارمه باشد. من مانده شدن را نمیدانم، بسیار کار میکنم. شیطانی من پرقوت است. اصلا شیطان قوه را از شما میگیرد. بسیار خوب قید کردی لیلا خانم. آخر شیطان شاگردی من است. میلش خیلی من بدرون میدارم. پیکاس منتظر است. دهانت درد رو نبیند. بسیار خوب قید کردی. شیطان قوه را از من میگیرد. یگید اینجا بیا. گوش کن یگید، با تو چند مراتب گپ زده بودم. همیشه وعده میدادی، اما تا حال حیات لیلا را زیر خطر گذاشته از دنبال پیکاس میگردی. آخر این خیل نمیشود. آخر چه خیل میشود آقای مظهر؟ من آتش احساساتم را فرو نشانده نمیتوانم. مرا فهمید آخر جناب. نباشد رفته یگان کاری دیگر کن. گوش کن یگید، تو را آخران مراتب آگاه میکنم. یا مثل نام در حقیقت یگید بر این زندگی کن. با عقل و هوشت گپ را گوش کرده برای خلقت خدمت کن. آن چیزی که دعوا از تو میخواهد یک نفری عادی اطاعتگر شو. اختیار در دست توست. یگید تو به این میلاد در کار هستی. وقتی که آقای مظهر تو رو به این وظیفه لایق دانسته باشد، پس تو نباید از پی جنگ و جنجال های خودت باشی. این را خوب دانسته گیر. شخصی رو که آقای مظهر بیرون کند دیگر او را تا خاک قبول نمی کند. نه تو برای این ملت در کاری. تو خودت را به دست گیر. یگید بر این حیات بسر ببر. ای گویا که من به کارهای دیگر مشغول باشم. ای آخر دشمنی من این دشمنی وطن و دشمنی همین ملت هم می باشد. مادامی که به دستم افتید او را کشته فعالیت خائنانه‌اش را قطع میکردم. مملکت را از یک حرامی خلاص میکردم. آخر برای چی شما این مسئله را اینقدر بلند واهمه میکنید؟
لیلا چرا او را از دستی من گرفتی؟ چرا نگذاشتی که من او را پراندم نابود کنم؟ هم جانی من خلاص میشد و هم جانی ملت. خیر میلش آرام میشم. باز غضبم سرم را نخورد. خدایا خداوندا به من مدد کن. تو مرا تنها نگذار خدایا. بخیر است خیری؟ چرا مثل موش پنهان شده ای؟ هیچ، در چشمت نه تو با هم گفته پنهان شدم اکا جان. خیری حالا یک تا میزنم از چشمت. مرا ببخش خیری، اما پیش از تو باید پیکاس را پچق کرده مثل امام کنم. خیری پروا نکن، غم نخور. تا رسیدن نوبت تو حرام خوران زیاده در نوبتند. بله. شبی خوش خیری، شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش اکا، با تو هم شبی خوش. با شما گفتم که حسین است. همه رو با پلیس خبر داده است. هم مرا و هم خودش رو نابود کرد. تو رو نابود نمی کند، انتظار نشو. برای چی؟ خودش را کشته است، برای همین. خودش رو کشته است؟ احمقی نابکار، شأن و شرف گفته خودش را پرانده است. تو از این دنیا باز چی خیل بلا میخواستی ها؟ گوش که پیکاس، غضبناک نشو. باز فشارت بلند نشود. حاضر تو رو یک موش زنم که دیگر دهانی کلانت را باز نکنی. اگر دهانم رو باز نکنم به شما چی خیل فکر و اندیشه میدیم. به این حال ما نظر کن ارجان. حسین بر این آدم های جسور و یگید خود را میکشند. ما باشیم از پی یک شخصی هستیم که خودش را جگوه را گمان کرده مسخره میکند. دلم را میشکنه سردارم. منگبای دل نداره که شکند. گوش کن ارجان، یا به سخنهایم گوش داده گفته‌هایم را اجرا میکنی یا اینکه نوارهای تو را در اینترنت پخش میکنیم شرمنده میشوی. من کاری کردم رو کردم پیکاس. گذرگاه رو با شما گفتم. شما به من نوارهای مخفی رو دادید. دیگر چی میخواهید؟ دادم شیرکم، اما اونها اصل نبودن، یک نسخه بودن. اما تو با من وعده داده بودی پیکاس. من وظیفه خودم رو ادا کردم. تو هم باید اجرا کنی. با دست من که افتیده خیال میکنی که تو را سر میدیم ها؟ سوختم. گریه کردن رامان را مرا گوش کن. اگر در بین یک روز به من حجت های سیاسی را آورده نتوانی، ارخیوی در دستم بوده را به گازیته میدهم، شرمنده میشوی. شیرکم هم از وظیفت میمانی و هم از زنت. بیا جانکم. رفتیم. یک چای نوش به خود میایی. رفتیم. زیغ نشو. میشود. تنها یک روز. بعد این جهاز را باز پس میبری. همین خیل شود که نفهمند او را دزدیده ای. پس نوارها را میگیری. فراموش نکن. تو را تا این دم کلان کرده با وایا رسانیدیم، آدم کردیم، و تو پول دادیم. تو هم خودت همه این را میدانستی که بهوده نبود. خودت میدانستی که این سرمایه گذاری را برای تو بهوده نکردیم. اگر خواهی این حیات را باز دوام میدهی یا تو را در تمام جهان شرمنده میکنم. در حال همه را با واخوری دعوت کن. آخر برای واخوری دیر نشده است پیکاس. حالا خواب میبوشم. چخل خواب؟ آیا تو خواب هستی؟ من خواب هستم. آنها هم خواب نمیکنند. زودتر باش، زودتر. اطاعت سردارم. من خودم تنها چکر تجهیزات را میدوستم. یکان راهش را یاب. نمیتوانم آقای مینیک. تو با پیکاس یک مرتبه گپ زن. شاید نقشش رو دیگر کند. آخر دیدی که از دستم آمدگی کار را کردم. اگر همچون یک عسکر با ما ماندن خواهی هر چیز که گوید خواب گوی. فهمیدی؟
خوش اومده سردارم. و یکم چیز احتیاج دارید سردارم؟ آرامی، کمی آرامی میخواهم. باش. آقای مسهر، چیکاری که خواهید کردن گیرید، ولی من ملیکه را حتما میابم و با او حسابی میکنم. حتما. مقصد فیدل، آیا جهاز سیاسی یک روز در دستمان ایستد کافی است؟ مدام که جهاز را گیریم پس چرا بازگردانیم؟ برای آن که از پی مسخره بازی نشوی و عقل و فکری مرا فهمیده توانی. چی خیل مسخره؟ منم کوشش دارم کو. گوش کن، اگر این جهاز گم شود آنها همه سیستم را عوض میکنند، اما ما رمز جهاز را یافته به ارجن میدیم، او باشد و جایش میگذارد. همین خیل آنها نمیفهمند که جهاز سیاسی دزدیده شده است. سردارم، آخر این جهاز سیاسی به ما لازم نمیشود که بر نگردم. وقتی که من این جهاز را گیرم نخواد که نقشه الکترونی او را نگیرم. یک گروه متخصصان تیارند، منتظرند. ها البته. تمام سیستم جهاز را و کارکرد او را نسخه برداری میکنند. آیا تو مرا چی خیال کردی؟ آیا میدونید که این لباس ها را بیهوده پوشیدم؟ چرا؟ چون که اصلا مثل شما بر این آدمی میدانی شده نمیتوانم. عقل من از عقل شیطان بالاتر است، لیکن عقل شما سردارم از عقل هر دوی ما بالاتر است. غمگین نشو، تو هم اونقدر ساده نیستی. تو همیشه راه بلدی من میشوی. سردارم راست میگوید. آیا من یگان بار به تو دروغ گفتم؟ تخت را نخریدی که؟ بیا. آقای پیکاس مهمان آمد. فهمان لیلا، تو بیرو. مرحمت دارید. شما آماده شوید، گپ دارم. مرحمت. آفرین پسرم، لبهایت را تازه کنم. کنی دهانت را کشو، کنی بینم. خوش آمده ارجن. خوش باشید. کنی اوه. یا به سخنهایم گوش داده گفته‌هایم را اجرا میکنی یا اینکه نوارهای تو را در اینترنت پخش میکنیم شرمنده میشوی. با دست من که افتیدی خیال میکنی که تو را سر میدیم ها؟ ارجن با تو چی شده است؟ هیچ چیز نیست. همچون زن تو رو میشناسم. انیخ چیز شده است؟ با تو گفتم که هیچ چیز نیست، نشنیدی؟ مرا آرام بذار. خیر منش غضبناک نشو. خواستم که همدردی کنم با تو. میرم. بخیر است پیکاس. سببی ما را در این بیوقتی شب دعوت کردنت در چیست؟ خواستم که در زمین لرزه خواب نباشید. چی خیلی زمین لرزه؟ زمین لرزه که افسرها در قسم حربی زن، مواد مخدر و قمار را تشکیل کردند. به نزدیکی. تو چی ها گفته ایستاده پیکاس؟ خوبتر فهمون. از سبب بعضی کارها جهازی سیاسی را گرفته نتوانستیم. من باشم نقشه بی را برآماندم. در ارشیو ما نوارهای افسرانی هستند که به گازیتا میدهیم. این کار را ندیم میکند. برای این کار را کردن همیشه در امر فرمانتان آماده ام. این کار را نباید کنی پیکاس. آیا میدونی که احوالمون چقدر تنگ میشود؟ گفتم را میکنی.
راهی دیگر نیست. مرا زیر فشار قرار داده ایستادند. پیکاس خانم عزیزه راست میگوید. به این هم چشم همه به ما چار است. اگر به جای تو میشدم آرزو، از چشمان سینان بسیار میترسیدم، برای آنکه هنوز نمیداند که خونه را تو کشته ای. پیکاس برای یک کاری خورد همه را نسوزانیم. سالا گفته باز کلامون را از دست ندهیم. من این بمب بس کن آرزو، گفتم را اجرا کن، اعتراض نکن. آخر پیکاس به این هم در سرمون بلای محکمه می باشد. کاری محکمه 3 سال می شود. این تمام شوی ندارد. ما کاری خودمان را باید کنیم. نه پیکاس، من دعوای ارکین کندو را نمیگویم. سخن درباره نشریه می رود. چه نشریه؟ از خانم کلینتون دیده بیچاره تر شدم. این نشریه های ویکیلیکسی ارکین کندو می باشد. غمگین نشوید، این نشریه 11 ما می باشد. اکنون آموخته شدیم. اینقدر واهمه نکن. همه ای کارمون افشا شده است. چقدر کاری بده که باشد همش در نزد خلق عیان شد. از این پس کارمو بسیار مشکل است. من با چشم ادوکاتی چی نکردم. به این ادعاها جواب دادن امکان پذیر است. دلیل های آنها در حقیقت هم پرقوت می باشد. مقصد این در چیست؟ در همه چیز. حجت پیش کردن پلیس ها و عسکرها، استفاده بردن دخترهای دانشگاه، روی خط منصوب گروه های تروریستی که با آنها بورس می دهند. منصوب پولی از خدمت رسانی های خارجی ها می آمده است. حتی صورت حساب هایی که در شویتزاریا می باشد و دیگر. پس چرا پول در شویتزاریا می باشد؟ برای آن که می ترسم. چشمهای ما مثل گرگ می باشند. در بین فوند ما که فساد پیدا شد، پولها را اینجا یا به خارج انتقال کردن. اکنون فهمیدید؟ نباشد تستر سودیه ها را پیشگیری کردنمان در کار. من در حال به آقای سمی زنگ میزنم. آقای سمی ما رو خلاص کردن نمیتواند، آن روزها گذشت. آیا از این بویروکرات‌ها خبر گرفته نمیتوانیم؟ مسئله در چیست؟ متاسفانه پیکاس، آدم هایی که در کاری فوریمون لازم بودن افشا شدن. اکنون میترسند که با ما همکاری کنند. اصل به ما ضرر میرساندگی حجت هایی میباشند که ما را در نزد خلق پس میزنند. اگر این خیل حجت ها در دستشان نباشد، پس ما میتوانیم که نقشه های آنها را برباد دهیم. متاسفانه این حجت ها هم هستند. دستور دادن به تروریستانی که ماشین ها را میسازانند پول دهید. پشتیبانی کردن مقامات شهرداری به حزبای کردها. دانشجویان و افسران را به دام فتنه انداختند. حجره پسران و دختران را در مکتبی حربی نزدیک کردند. دور کردن شیعه ها و کردها را از خلقهای محلی. خلقهای انگار شما را و معلومات سراغه عبادت خانه های آنها را پس زدند. همه دلیل ها موجودند. دوستم اگر خدای یونان زیوس بیاید ما را دیگر نجات دادن نمیتواند. چی شد؟ در حال همه را فروختی. در این دعوا گپ ما و شما نیست. همه یک جا می باشیم. همه یک جا می باشیم، اما باید خطاکار جزایش را بکشد. همه خیل نه، گوسفند از پای خودش کشال کرده می شود. دیوانه ها بر این سخن نکن. در بین خلق یکمین شخصی که ما را شرمنده و رزیل کرده، کارهای قلبکی همان را به آنها نشان داد. تو می باشی. در کوهی امرلی قهوه نوشیده می گفتی که حرکت کردها بسیار هم بزرگ شده است و آنها گل می دادی. با نطق برا می گفتی که سلام بر برادران کرد من. در یک برنامه تلویزیون از حد زیاد گذرانیده آتاتورک را با سردار تروریستان جزیره برابر دانستی. همه این گفته‌های در اینترنت قید شده است. از برای تو شده دل انسانها از ارکین کندو مانده است. خمرش مثلا یک فکر آمد. از روی خبرهای همین روزه این مسئله رو حل میکنیم. انا بعد دانشجویان رو جمع کرده اقوام میاندازیم. آنها به کوچه و خیابانها برآمده دولت رو شور میاندازند. ما باشیم به آسانی کارمون رو حل میکنیم. مرا تحقیر نکن خانم عزیزه. نمی شود. یکان کس نمی خواهد ما را به یاد بیارد. آن دانشجویانی که تو میگویی مقدارشان آنقدر زیاد هم نیستند. آنها هم برای پول می آیند. مقدار دانشجویانی که به خیابان ها می برایند یک مشت می باشند. حالا من چیکار میکنم؟ چیکار؟
روز من با آخر رسیده است. از همه خوب مثل حسین خودم رو میکشم. آیا از خارج به ما کمک می آید پیکاس؟ من در فکر آن هستم که چخیل به آنها حسابات میدیم. شما باشید فکر کمک را میکنید. من گمان میکنم که این فکری خوب میباشد. برای چی؟ در بین دلیل هایی که خصوصا عملیات هایی که شرح کردیم جایگیر میباشد. آنها در این مورد اصلا فکر نمی کنند. عقیده آنها این است کسی که افتیده است او را میزنی. شما به کمک به راه برآمدید عزیزه. فهمیدم در شهرهای کنعان به اغواگران و دیگر گروه ها پول داده. خیر این خیل باشد به دینچیان ما هم یاری میکرده داخیر. متاسفانه اینش رو هم کردیم. در دلیل ها به درونی جماعت ها زده در آمدن هم هست. اکنون لایحه های خاری سبز رو تمامی خلق میداند. دروغ. شما چیکار کردید؟ همه را نیست کردید. من حجتهایم را جمع کنم. سخنت را سنجیده گپ زن. همه اینها فرمون می باشند. ما از خود نبرآورده ایم. اگر یک مرتبه دیگر شما گفته گپ زنی تو را به نزد پدرانت روان می کنم. یا اگر داروین تو را بیند دلیل نظریه خود می کنم. این خیلی نگویید. ما در اینجا دیگر کوشش کرده ایستاده ایم. در سرم یک فکر دیگر آمد. تا به امروز درباره خودمان 10 رکلامه ها مثل فرشته مددگار، قهرمان عالی که عمر خود را به دانش داده است کرده. باز تکرار کنیم. کار یگانه آنها سلسله فیلم کردن است. پولی آن را باشد از ما میگیرند. بعدی دلیل هایی که بر آمده است کسی ما را حمایت کرده نمیتواند. شخصانی که پشتیبانی میکردن میترسند که از عهده این کار نمیبرایند. در یک مدت کوتاه شما و حاضرال یکی از شخصان مهم استخبارات ما بودید. تاج سر ما بودید. با کمک شما ارکم کندو همیشه بیگناه است. اما حالا به این حالی که افتیدیم نظر کنید. پس حالا چی می شود ها؟ یگانه امیدمون را به آن دخترانی که با بیوروکرات های در انقره و استانبول می باشند با آنها داده ایم. با گمانم این یگانه امکانیتی است که برای حاکمان این دعوا تأثیری منفی می کند. یعنی کارتان مشکل می باشد. یعنی گفتنی بودم که کارمان مشکل می باشد. در این حالت باز یگانه امیدتون من می باشم. این تهمتنامه بازی دادستان ها و پالیس های جماعت روشن فکران می باشد. همه حجت های ساخته را پالیس های احمق پهن کردند. دادستان کل این دعواها خود سروزیر است. این دعواها به معنی می باشند. مثل آنه که گویا موش کوه تولد کرده است. این دعوا در همه جا پهن شده است. حکومت آواز همه را گوش میکند. خیر دیده نه؟ چه خسورم چون که ما و شما در یک عقیده ایم. پس چیکار میکنیم پیکاس؟ اول از مشکلی هایمان سر میکنیم. یکان کس اعتراض نکنند مجبور هستیم. از ارخیو نوار 1-2 سرباز را گرفته با قید مخفی بیوروکرات ندیم پهن میکنی. بعد باز فکر میکنیم. این ارخیو سغورته حیات من میباشد پیکاس. آن را به تو نمیدهم. حاضر من به پیشانی تو یک تیر میزنم. گم را دراز نکن و کارت را کن. به ندیم 1-2 نوار بیده. کنی زودتر از پای کار شوید. برایت سردارم
дар натиҷаи кофтукопҳоям ёфтам ки афсар ерҷан дар ин ҷо зиндагӣ ту мекард. чиро кофтукоп кард? аз ҳамин мошини гарм ҳатто нафар омадаӣ? гармкунакро накуштам то ин ки ту омада хӯрок нахӯрӣ. боз туро фармон додам, макони амалитро гуфтам. нобакор, ҳозир ман ба ту макони амалиётро нишон медиҳам ки аз кори кардат пушаймон шавӣ. сардорам охир ин ҷо хатарнок аст, ҳамла мекунанд, ҷанг мебошад. хайри аз паи кора мо шавем. як кас ин ҷо истад, дигар бо ман ба боло меравад. хайрӣ меистад сардор. чӣ келе ки набошад ӯ моро идора мекунад? ман доҳиам, аз отиф ҳам хубтарам. шумо ба амалиёт равед, ман ба шумо маконҳоро мегӯям. нигарон набошед. сардорам, барои чӣ ҳамин дарди сарро ба ин ҷо овардед? охир бе ӯ ҳам корҳо хуб меравад. сардорам бахилӣ мекунад, аниқ бахилӣ мекунад. илтимос маро чашм накун, коркун мисли ман шав. хайри ниёзе ту бо ман меравӣ. бигзору дар мошин. раҳмат сардорам. ягон гап шуд ба телефон хабар диҳед, кӯмаккунӣ меоям. اوро аз куҷо овардам? باز یک داستانی عشق و نبرد. باز یک کاری تازه در عالم سینمایی تاجیک. وفا، فیلم جدیدی کارگردانی امید بخش محمد ربیع اسماعیل با دیدی نوی زمانوی، ثبتی اعلی صفت از جانب کارخانه واحدی دولتی تاجیک کینا منتشر می شود. روزهای نزدیک می تواند تماشا کنید. پسرم برای تو پدری با مهر و با شفقت شده نتوانستم. زوجه مهربانم برای تو حق وظیفه شوهری را به جای آورده نتوانستم. به هر حال مثل حسین برای شأن و شرفم میمیرم. راه دیگر نیست، مرا ببخشید. انشالله که حقتون را حلال میکنید. پسرم از نزد پدرت برو. مالش آقای نصار، در نزد خانه لیتنانت ارشان می باشیم. او را گرفته به مرکز می رویم. مالش تشکر. کنیازی او را می گیریم. اگر یگان حادثه شود ایزا نکشیده خبر دهید. با شما حتما یاری می رسانم. خیری اگر خواهی که تلفن رو در سرت نشکنم خاموش شد. یا صبر. زودتر شو نیازی. یگان حادثه رخ نداده رویم. سردارم از همین عالم دور شوه من با تیرپرانی راضیم. بخیلی میکنی بخیلی. این رسم آخرینت نشود. لحظه مرده پدرت رو به خاطر بیار پسرم. ارجان تو با این سلاح چیکار میکنی؟ نزدیک نشم نزاکت، خودم را میکشم. ارجان نکن. ارجان فرزادت رو فکر کن.
فکری ما را کن، دیوانگی نکن. با تو گفتم که نزدیک نشو، میکشم. همینجا سردارم. سلاحت را برار نیازی. احتیاط را از دست دادن لازم است. ارجان نکن، سلاحت را به من ده. با تو گفتم که نزدیک نشو، نزاکت. اگر فکر خودت را نکنی پس فکری مرا کن. فکری مرا هم نکنی، فکری پسرت را کن. او به تو چی کار میکنه؟ دیگر حالی روی تو را دیدن ندارم، نزاکت. پسرم را از اینجا ببر. کودک را از اینجا ببر زودتر. مایلش ارجان سلاحت را پرتو. چیکار کنیم نیازی؟ نمیکشویند. نباید او خودش را کشد سردارم. اگر خواهید در رو من میکشویم. با چی؟ انا با این. مایلش من ندیدم. تو کار دارم. من با کار دست زدم که بازگشت ندارد، میفهمی؟ مرا تنها گذار. این کارت رو نکن. ارجان نکن. نزاکت کودک را گرفته برو. در سلاحت را پرتاب. خودم را میکشم، بیرو. میکشم خودم را. التماس نپرونه، فکری فرزندش را کنه. مایلش خانم نترسید. من پلیس میباشم. شما کودک را گرفت از خانه بروید. رفیقان به شما کمک میکنند. برادر تو سلاحت را پرتاب. چه مشکلاتی که داشته باشی یک جای حل میکنیم. سلاحت را پرتاب. سردارم من تمام شدم. مرا کشتن، جانم را خلاص کن. زن و فرزند داری. درباره آنها فکر کن. خوب فکر کن برادر. کو زودتر سلاحت را به من ده. مایلش همش گذشت. آرام شو. همش خوب میشه. با من باور کن. بله ارجان. پیکاس با آن جهاز سیاسی که او را دزدیدن میخواست چی نیت داشت؟ گفتم که نمیدونم. به من دروغ نگو ارجان، دروغ نگوی. میگویم نباشد از این اتاق بیرون نمیبرویی. چند بار گویم به من و حسین اخوا انداختن. چه خیل اخوا انداختن؟ چه خیل؟ وقتی که من در مکتب حربی دانشجو بودم با یک دختر شناس شدم. همیشه از دنبال من میگشت. من پسند نمیکردم او را. وقتی که صاحب کار شدم و او را باز دیدم، یک بار واخورده شب را یک جا گذراندیم. بعد فهمیدم که همون شب همه کار را به نوار گرفته بوده است. گفت که نوار را با اینترنت پرتافته تو را شرمنده میکنم. ما شرم داشته عمل خواسته‌اش را کردیم. یعنی که به وطن و ملتت خیانت کرده. مجبور بودم، میفهمی؟ از شرمنده شدن میترسیدیم. بعد قرار دادیم که یگان کار کرده خودمون را اصلاح میکنیم. از خیانت کردن به وطن با دو سه نابکار عملیات‌های بد گذرانیدن شرم نکردی و با پخش شدن نوارهای رذیلانه شرم میکنی مگر؟ پیکاس وقتی که جهاز سیاسی را میگیرد چی کار میکند یک مراتبه دیگر پرس. این را باید دانیم. گوش کن ارچن بای. عملهای پست را به من قصه نکن، فهمیدی؟ برای تو دیگر لذت این کار نمانده است، بلکه مورد جزا و عذاب این کارها فرا رسیده است. پیکاس این جهاز سیاسی را گرفته چیکار میکند؟ این را به من فهمان. این را به من بگوی. آخر باز چند
تنها. گذرگاه بود. در عوض این ما باید نوارها رو میداد. این طور باشد وقتی که در پیش دیگران سخن میکرد در این خصوص یگان چیزی نشنیدی؟ یگان چیزی رو نشنیدم. با جهاز سیاسی چیکار کردنش رو نمیدانم. مایلش یگید اینجا بیا. حاضر جناب. این شخص در حقیقت یگان چیزی رو نمیداند. بیهوده خودمان رو سرگردون میکنیم. راست میگویی نجیب سردار. این احمقان وقتی که اینها رو به چاه میافتانند بیچاره ها چه کار کردنشان رو اصلا نمیدانند. بیا. جناب این نابکار یگان چیز رو نمیداند. نباشد تا این دم 100 بار اقرار میشد. پیکاس از باری تمام ارکیبی که در دستش میباشد گذشته است. پس معلوم که این جهاز بسیار هم مهم میباشد. عجبا از دنبال چی باشد؟ این رو چخیل فهمیم. تنها یک راه هست جناب. در فکرت چی است؟ جهاز سیاسی را به دست پیکاس دادن. آخر برای به دست آوردن جهاز سیاسی از ده مرگ برگشتیم. حاضر باشد با دست خودمون با پیکاس تسلیم کنیم؟ گوش کنید سردارم. جهاز را به ایرجان میدهیم. او به پیکاس میرساند. پیکاس باشد وارد حجت ها و معلومات ها میشود. اما اول باید عاطف به درون جهاز سیاسی یگان برنامه جاسوسی را وارد کند. نه؟ یعنی که اگر پیکاس در کدام حجت ها سر و کار میگیرد ما از اینجا او را دیده میتوانیم. همین طور؟ بله. همین طریق میفهمیم که پیکاس از پی چی کار کنه باشد. فکری خوب است. معقولم شد. انا فرق نسل نو این می باشد. برنامه گفتن چیزها در زمان ما دیرتر به فکرمان می آمد. این خیلی بودن گروه یک فهمی و یک اندیشگی بسیار مهم می باشد. نباشد زودتر این را عملی کنیم. اما کی داچیتون آلپرین در اینجا چکار میکنی؟ دادم دارم اینجاست. نه در بیرون کار دارد. چرا تو در مکتب نیستی؟ گورختم. چه گورختی؟ همین خیلی گورختم خیلی برای دیدن دادم. ای خدا همینش نمیرسید. دیگر دست گریزی نکن. حال میکنیم میگه سرکمیسر. در داخل جهاز سیاسی یک عنصر جاسوسی را جایگیر میکنیم. آفرین بسیار عالی. پس وقتی که پیکاس با این جهاز سر و کار گیرد ما از اینجا رو تماشا کرده میتوانیم. البته میتوانیم. این طریقی کار را به من سپارید. آفرین عاطف. نباشد تو در حال کار را سر کن. وقتی زیاده نداریم. فهمو. زودتر باش عاطف. کاش که جای این آرکیو رو نیز میدانستیم. کاش که یگان راه داشته باشد. این کار دویم درجه است. اول یک کاری کنید که پیکاس این جهاز را گرفته تواند. دسترس کردن بایگانی را بعد این کار میگذاریم سردارم. اول باید همین کار حل کنیم. خیلی خوب. نبا آقای دوستان. چی؟ آلپرین از مکتب گرفته است؟ یا خدا. حالا در کجاست؟ مایلش من میآیم. در نزدیکای خانه سینان ما میخوریم. میدانی که قرار محکمه این خیل است. نباید شنوند که به امنیت آمده است. دردی سر نشود. تا بازدید آقای داستان. کنی آلپرین بیا میرویم. با کجا؟ با دادت با میخوری. نه به خانه بابا. من با اونجا نمیروم. روبرت آلپرین دادت گفت که با اونجا بیاییم. چی شد سردارم؟ بخیر است؟ آلپرین از مکتب گرفته است تا اینکه ما رو ببیند. وای وای وای. آلپرین دادرم عیناً مثل من. و کسی که رفت آمد کنی همون خیل میشوی. خیر من میروم. یگان گپ که شد خبر دیم. خوب شده سردارم. کیامینیک برای چه ارجان زنگ نزد؟ وقتی که او زنگ نزد ما زنگ میزنیم. دیوانه میشوم. در دلم حسیاتی بد پیدا شد. یگان چیز نمیشود. او انسانی با عقل است. یگان راهش رو یافته جهاز رو مییابد.
تلفن را جواب ده. بگو که جهاز را میارم. مایلش. لبای ارجان کارها چی خیلی؟ 1 ساعت پس جهاز در دست شما می شود. بسیار خوب، تو رو در آمرلی منتظر می شوم. کنی بینم شیره که من کاری کلان را موفق می شوی. با دقت شو. انا بگیر، تیار است. همراه می رویم. من در نزدیک های تو می شوم. جهاز را سپرده باز می گردیم. فهمیدی؟ باقی کار را محل می کنیم. مایلش. گوش کن. این برای پاک کردن گناه هایت بهترین فرصت است. یک خطای خردکک همه کار را برباد می دهد. فهمیدی؟ زودتر برای دیر نمانید. خوب شد است جناب. کو رفتیم. گذر. دادا شیر بچه من یک توی من چه حال داری؟ خوبم، شما چه خیل هستید؟ به تو چه خیل بوده میتوانم؟ چرا از مکتب میگریزی؟ برای شما رو دیدن. دادا من در اون خانه ایستادن نمیخوام. التماس ما رو با خود ببره. دادا من دیگر با اونجا نمیروم. گوش کن پسرم، باید به اونجا برگردی. برای چی؟ من باید با شما باشم. البته به من باشد اصلا نمیدیم، اما محکمه همین که قرار برآورد. اگر خطا کنیم برای هر دیمون خوب نمیشود، پس ما رو با آسانی به کلی جدا میکنند. در عین حال بودن تو در آن خانه برای من هم لازم است. چه خیر؟ معلومات های آخران مراتب دادت کار ما را حل کرد. از این پس تو آدمی ما در آنجا میشوی. تو چی ها میگویی نجیب سردار؟ آقای دادستان، اگر الپرین در آن خانه ایستد به فایده ما میشود. سینان و آرزو با پیکاس و عزیزه علاقه زیست دارند. از الپرین میتوانیم که چیزهای زیادی را بیاموزیم. اول اینکه طبق قانون نیست، بعدا این برای الپرین خطرناک نمیشود. آقای دادستان، الپرین در آن خانه قانونی زندگی میکند. قرار محکمه همین میباشد. اگر خطای یگان گناهکار را بیند، تمام شهروندان را وظیفه‌شان این است که با مقامات بالایی خبر دهند. برای خطرش بگویی و از تولد شدنش همیشه زیر خطر است، همچون پسر یک پلیس. شما فکری ما رو نکنید. من هرچی که از دستم میآید نکنم. شما باشد با این سبب همه آنها رو به محبس روان میکنید. من باشم به نزد دادم میروم. لیکن با دقت میشوی. خودت را عیان نکن. سرت را در بالا نگذار. کسی نباید یگان کار را فهمد. بسیار هم یک روی نکن. این برای ما و برای تو مسئله حیاتاً مهم است. فهمیدی؟ مایلش دادن، نگران نباشید. تمام نمود فاید جاسوسان رو به شما خبر میدهم. همیشه با دقت و هوشیار میشوم. تمام، آنمی وظیفه خانگی. با دیگر کارها مشغول نشو. اگر یگان چیز دقت را جلب کند حتما به دادت خبر بدی. او دوامی کار را حل می‌کند. آخر من تلفن ندارم. من اگیر یک کاری کن که دستگیر نشوی. خواتیر نباشه دادا. حتی اگر 97 من رو هم دستگیر کردن نمیتواند. من ارین الپرین. ای دادا اون تخلص مونیم ها؟ الپرین بسیار دراز است. خیر، از حدی بد نگذاران. حالا راست به خانه برو. نفهمند که گریخته ای. فهمو؟ نگران نباش پسرم. خدا خواهد این روزها میگذارند. دادا پس روزهای خوب میآیند. همه‌شان رو نصف نکنیم. نصیب باشد به نزدیکی پدر و پسر یک جان میشوید. انشالله. مالا شکایگاه خان تو رو میبرد. اوشد رو بالپرین گیر. مایلش سردارم. نجیب، امین هستی که کاری خوب کردی. معلوماتی که آخرین مراتب به ما داده بود با شرافت او جهاز سیاسی را نجات داده توانستیم آقای دادستان. راست میگویی. لیکن این کار
به فکرم آنقدر خوب نیست. آخر او حالا کودک است. نگران نباشید. او پسر داده‌اش میباشد. پسر من با آسانی افشا نمیشود. کنی الپرین از امروز اعتبارم وظیفه مخفی تو آغاز می‌یابد. این هنوم خونان آمدن. باید زود پنهان شوم. مرحمت. پیکاس دیوانگی را سر کرده است. بله همین خیل. تمام آرخیو را به میدان برآوردن از کجا پیدا شد؟ این یک دیوانگی است. سریحا مامون در بلوس. با یک را او را راضی کردن لازم. انشاءالله بی یگان مشکلات جدی این کار حل می شود. به هر حال من باز نگران می باشم. خیلی مایلش بیا رفتیم. مایلش. آرخیو را به یگان مکان امنیت انتقال کنیم خوبتر می شود. نگران نباش. آرخیو در دست آدمانی دلپور است. در خانه حولگی چتلیکوی است. این شب در اونجا شب نشینی میکنی؟ چه خیلی شب نشینی؟ خودت میبینی. به مناسبت آرخیو الپرین در پسی میز میباشد. بیا پیش راهگر کنی پیشکشه. در اینجا چی کار میکنی؟ آیا ما را گوش میکنی ها؟ چی کار میکنی اینجا؟ خدایا روی چه الپرین قدر زود زنگ زد. لبای پسرم من گوش نکردم. اگر گوش نمیکردی پس چی کار میکردی؟ چیز شربت نوشیدن خواستم. اون رو چیز نکردم که چیز گفتم که تو جنجال نکنی. کودک دروگوی بیشرم. کنی اینجا بیا. سرد ما رو. اینجا بیا. بیا سرد ما رو. کنی بالا کنی. با این کودک چی کار کنم نمیدونم. چه گپ است نجیب؟ یک لحظه آقای دوستم. این رو بینید پنهان شده ما را گوش میکرد. عجب و سخنهای ما رو شنیده باشد. جانکم شنیده باشد همچی. از این کودک احتیاط باشید. سن و سالش خورد باشد هم مثل پدرش است. من با او سر و کار میگیرم. یگان جای ترسش نیست. خیر چی میگفتیم؟ آیا گوش کن در این شب نشینی که اشتراک میکنم؟ یک چند افیسری مهم میباشد. در آینده به ما لازم میشود. از همه دخترهای جاذبه رو دعوت کردم. همشون چی کار کردنشون رو خوب میدونن. دخترها همه طرف فداکاری میکنند. در همه اتاقها کامیراهای مخفی میباشد. وقتی که کارمون به این افسرها افتادی در سخنانی ما رو رد کردن نمیتواند. بسیار خوب. اما اگر پیکاس این آرخیو ما رو گرفته پهن کند چند سال مهنتی ما برباد میرود. نابود میشویم. نگران نباش. پیکاس در کجا پنهان بودن آرخیو را نمیداند. پس در کجاست؟ در اتاق خوابم. در جای امنیت میباشد. علاوه باز رمز دارد. پیکاس رمز را هم نمیداند. بسیار خوب. بسیار خوب. لیکن این شب نشینی دست خالی نباید شود. ما در آنجا احتیاج به تو داریم. با ما کمی مواد مخدر لازم می شود. خوب نگران نباشید. من به چتلیکوی می روم. شب تیار می شود.
چی گپ است؟ آقای دادستان با گمانم کارهای مهمی می شود. ارخیو که از پیو بوده مکانش رو گفتند. بله نجیب، برای ما فرصتی خوبی است. من رفتن این را با آقای مسهر رسانم. الو نیازی، مرا خوب گوش کن. من باید در حال با استخبارات مخصوص ملاقات کنم، فهمه؟ مایلش آقای دادستان، من شما رو تا امنیت میبرم، بعد باز با میخورید. یگان حادثه که شد به شما خبر میدم. شما نگران نباشید. گوش کن، پیکس بسیار آدم مکار و رزیل است. جهاز را به او داده در حال از آنجا دور شد. الو، مرا میشنوی؟ به تو میگویم. الو، به تو میگویم. مرا میشنوی؟ چی میخواستید؟ به تو میگویم هوشیار باش. مالش ها، این را گرفته به درون گریبان انداز. این را باشد به گوشت مان برای تماس. با دقت باش پیکس نبیند. رویت را به هر طرف نگردان. فهمیدی؟ فهمم. برای سنجش جهاز سیاسی را داده برمیگردیم. فهمم. صدا میآید. نگران نشوید جناب، جهاز را بعد نیم ساعت میگیرم. مایلش حجت ها را که گرفتم به شما میرسانم. نگران نشوید. بخیر است نجیب، چه شد؟ مکان ارخیوی عزیزه رو پیدا کردیم. در خانه چتلچه‌اش بوده است. خبری خوش. آیا در خانه کسی هست؟ اصلا کسی هست که ما اینشون نمیدانیم، اما امشب آدمی بسیار می شود برای افسرها و دخترهای عزیزه. یگان راه یافته به آنجا در آمدن در کار. من یک نقشه دارم. خیلی سردارم باور کنید من لباسهای زنانه پوشیده در آمده نمیتوانم. میبخشید اما نمیشود. مردی 30 ساله شدم. احمقانه گم نزن خیری. با لباس افسری می‌داری. افسر این مسخره بازی میکنه. خیر مایلش افسری میشود. سلام، من سردار قوای هوایی ولکان. با تیاره F-16 سیر و گشت کردن میخواهی؟ من این خیلی خوب میشود. سردارم نمیشود که همین انسان نرود و من تنها روم. ای اسکر، دامت رو گیرو از اینجا دفع شو. مرا گوش کن خیری. رفیقان جدی شوید. هر دویتون قواهای بحری هستید. نیازی تو کاپیتان میباشی، خیری تو باشی لیتینانت. در حال لباسهایتون رو آماده کنید. یک شخص از قواهای بحری به شما در این مورد معلومات میدهد. اکنون با دستم افتیدی خیری، تمام میشوی. لیتینانت؟ من لیتینانت؟ اقلا مایور میشدم؟ اصلا از تو لیتینانت هم نمیم برایت. مرا گوش کنید. ارخیو در خانه خوابی عزیزه می باشد. شاید احتیاج به گشودن صندوق شود. به شکی آماده شوید. خوب شد از سردارم، فهمیدم. عزیزه در آنجا می شود؟ انیق نمیدانم، اما از بودنش سخن می کرد. نباشد از پی کار شوید، زودتر باشه. با پیش افسر. ارجان در کجایی؟ در اینجا می باشم. کنی بیا شیرکم. امانت را آوردی؟ آوردم. آفرین به تو. آفرین، رفتارت را تغییر نده.
بسیار خوب. خواطر نشو این کاری کردت به مکافات نمیماند. میبینیم. خیر کنی جهاز را گیرم. نهایت به این رسیدیم. مرا میشنوید پس گوش کنید. هرگز به خطا گرا ندید. سر هر دتا رو پارا میکنم. نیازی به خیلی اهمیت بده. نگذار که با دختران بسیار صحبت کنند. خدایا توبه. سردارم این خیلی گویید؟ کنی برابرید. خداوند مددگارتون شود. رحمت سردارم حضور شما. خیری کنی یک سلام ده. حاضر. خیری نخواد که به کلا سلام دیم. این خیلی سلام نمیدهند مگر آخر من خدمت حربی نکردم. گوش کن در درون گپ نزن. همین که دهانت را کشادی همه کار برباد میرود. فهمیدم کمیسرم. فهمیدم آخر. کمیسرم نه خیری قوماندانم. انا قوماندانم. خیر قوماندانم. معیار نیازی. خدا زبیگه داری. رفیقان زودتر باشد. زودتر آگر. چرا دروغ گویم؟ بعد از نابکاری های گذشته مرا در تعجب مانده ارجان. تو مثل حسین نابکار نبرآمدی. جهاز را گرفت. اکنون میتوانه که جدا شوی. لیکن سراسیمه نشو. یکان چیز را نفهمید. زودتر از آنجا دور شو. تا وقتی که تو بری وطن دوستان هستن یعنی که ما هرگز خور نمیشویم. و تو وعده داده بودم. کنی سلاحات را ده. شیرکم چیکار میکنی؟ سلاحات را ده و گپ نزن. معلومه که اینقدر اصرار میکنی من گیر. اما راستی گپ فکر میکنم که عاقبت این کار چی میشده باشد. حالا میبینیم. کمی صبر کن. یرجان تو چیکار میکنی؟ او را زودتر سرده. مون سرده رود. حاضر نرخیم را با من میدی. نباشد سرت را پارا میکنم. میشنوی؟ میشنوم. اما ارخیو در دست من نیست. این ارخیو در کجایی که باشد مرا با آنجا میبریم. رفته از آنجا میگیریم. با تو چگونه بودن اخوا را نشان میدهم. حیاتی مرا سوزاندی. حیاتی رفیقم را سوزاندی. حسابی همه این را میدهی. آیا عجلت رسیده است شیرکم؟ اصلا اجلی تو رسیده است. آیا مرا میبری؟ یا اینکه کارت را در اینجا انجام دهی؟ میلش آرام شو. میرویم. در اصل شخصی که به سری من تپانچه را میگذارد گپی او را رد نمیکنم. به شرطی که آخران خواهیشش باشد. سبزته را بس کن. راگرد با ماشین سوار شو. یرجان همه این کار را برباد دادی. یرجان آن حریف را سرده. خودت را دستگیر میکنم. مورا نیست. او را سرده بیرود. سرده میگویم. یرجان او را آزاد کن. یرجان همه این کار را رسوا کردی. یافتی وقتی قهرمانیت را. یرجان خیری دهانت را نکشو. فهمیدم کمیسرم. قوماندان قوماندانم. من
марҳамат. рӯз бахайр. салом. Ман полковники ҳарбӣ Хайрӣ Чифкурд. Ин сардорам Ниёзӣ комиссар. нафаҳмидам. лейтенант шӯхӣ мекунад. ҳамин хел не лейтенант? бале қумандонам, бале, маро бубахшеде. моро хонум азиза даъват кард. бале, марҳамат, хонум ба дарун азиза. дароед. роҳ кард. вай вай вай. хуш омадед. қумандонам, инҷоро марҳамат кунед. ташаккур. ташаккур. биёед, марҳамат, дароед. лабай. хайри, мақсади омаданамонро фаромӯш накун. шинос кунам. ин дӯстамон Айсун. мамнун инаш гулрӯ. ин қадар номи зебо будааст гокче. Ман бо иҷозати Хайрӣ. шумо ман меравам. ин капитан Ниёзӣ аст. хеле мамнун. ман ҳам мамнун шудам. марҳамат, ба ин тараф равед. ягон чиз менӯшед? албатта менӯшам. ман шарбати афлесун мехоҳам, бале. марҳамат. ташаккури зиёд. вақте ки дар сари вазифа бошам наменӯшам. иртибоси хел накунед. ин чӣ гуна вазифа будааст? инҷо дафтари корист? дафтари корӣ нест, аммо намедонам ман. дар назди капитан нӯшидан. вазифаи шумо чист? қумандони баҳрӣ. инро медонам, аз либосҳоятон маълум аст. ҷои коратон дар куҷост? истанбул. бисёр хуб. вақте ки медали муваффақиятиро гирифтам, ба ман гуфтанд ки хайри писарам, ту барои мо шахси даркорӣ ҳастӣ. гуфтанд ки туро генерал мекунем. ман гуфтам не, ба ҳамкоронам ноҳақӣ мешавад охир. барои ҳамин генерал нашудам. ту шӯх будаӣ, шӯхӣ шӯх мекунӣ. будам. азиза ва орзу дар дарун мебошанд. ҳама дар ҷояш? то ҳол надидем. лабай? не ҳеҷ гап нест. чӣ хел кайфу сафо мекунед? албатта хонум. шумо хуб ҳастед хонум. ташаккур. ту хубӣ? хубам, ташаккур. мо ба боло меравем. майлаш. зудтар шавед, ниёзе, чӣ кор мекунед? бубахшед, бо иҷозати шумо ман меравам. майлаш. бовар мекунӣ дастгир накардам. як лаҳза. ҳеҷ гап не. чӣ шуда? маро гӯш кун. азиза ва орзу омаданд. онҳо набояд моро бибинанд. не, вақти омаданашонро ёфтанда? зудтар рафтем. хайр, як дақиқа, як-ду гап занем охир. бале, хонум гокчи, чӣ мегуфтам? гуфтаниам ки рафта бинед, шояд рафта архивро гиранд. сардорам, агар хайриро розӣ карда тавонам меравем. зудтар ҳай кун. газро зер кун. خدایا اینها کجا گم شدند؟ پیدا کردم. یک طرف تو چرا اینقدر بسیار به پس نظر میکنی؟ آیا انتظاری کسی هست؟ ягон касро нигоҳ надорам. ту пешатро нигоҳ кун. силоҳ дар дасти касе ки бошад саволҳоро ӯ медиҳад. фаҳмидӣ?
سردارم درحال به اینجا بیاید ناخوشی را رخ داد خیری تو هر خیل رو نگاه دار بله شکر نگاه میدارم هر دوتون نیستید سلاحتون رو پرتایید گفتم قربانو با بیرون برو